گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. ما که در این صحنه ها و عرصه های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممون رو جذب کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم، چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می داره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار می توانیم بکنیم. هم با مسئولان کشور در سه قوه این رو تأکید میکنم، اونها هم باید با منتقدین خود، با کسانی که از آنها انتقاد میکنند رفتار مناسبی داشته باشند، اونها رو تحقیر نکنند، به اونها اهانت نکنند. تحقیر مخالفان از سوی مسئولان خلاف تدبیر است، خلاف حکمت است. ممکنه در یک قضیه یک عده‌ای دغدغه داشته باشند، دغدغه داشتن جرم نیست، دلواپس بودن جرم نیست. می توانند کسانی حقیقتاً نسبت به یه مسئله مهم و حساس کشور احساس دلواپسی و دغدغه مندی کنند، هیچ مانعی ندارد. کسانی که امید می‌بندند به این که بنشینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم، به یک نقطه توافقی برسیم، یعنی ما یک تعهدی بکنیم، طرف مقابل هم یک تعهدی بکند، از این غفلت میکنند که ما ناگزیر باید به همه تعهدهای خود عمل کنیم. طرف مقابل با طرق مختلف، با شیوه های مختلف، با خدعه، با تقلب سر باز میزند، عمل نمیکنه، به تعهدهایی که کرده است عمل نمیکنه. این چیزیست که ما امروز در مقابل چشم خودمون داریم میبینیم، یعنی خسارت محض. قبلا هم این رو گفتم، تذکر دادم، الان هم مجددا عرض میکنم، واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.